سلام و وقت بخیر. احمدی هستم. امروز قصد دارم در مورد نحوه ایجاد شماره ردیف اتوماتیک توضیحاتی رو خدمتتون ارائه بدم. بریم که با همین موضوع رو یاد بگیریم. فرض کنید من جدولی دارم شامل چند تا ستون: ردیف، نام کالا، کد کالا و قیمت. میخوام تنظیمی انجام بدم یا فرمولی بنویسم که وقتی نام کالای اولم رو وارد کردم خودش اینجا شماره ردیف 1 رو بندازه، وقتی کالای بعدی رو وارد کردم شماره ردیف 2 رو به صورت اتوماتیک بندازه و الی آخر. بریم ببینیم چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. ما میتونیم از تابع رو استفاده کنیم. همونطور که میدونید تابع رو تابعی هستش که شماره ردیف یه سلول رو برای من برمیگردونه. به فرض من الان اگر بنویسم رو پرانتز باز و بسته، یعنی شماره ردیف همین سلولی که توش قرار گرفتی چنده، الان اگر اینتر بزنم عدد 2 رو برای من برمیگردونه. میگه اینجا ردیف دوم هستش، ولی من میخوام شماره ردیفم از 1 شروع بشه. یعنی چی؟ یعنی این ردیفی که سرستونای من نوشته شده رو در نظر نگیره، یعنی یه دونه کم بشه ازش. پس میام اینجا یه منهای 1 تهش اضافه میکنم. ولی من هنوز کالایی وارد نکردم که اینجا شماره ردیف برای من انداخته. الان من اگر اینو درگ کنم شماره ردیف های مربوطه رو انداخته، ولی من میخوام کاری کنم وقتی نام کالا رو نوشتم حالا شماره برام بندازه. میام چه کار میکنم؟ کافیه قبل این فرمولی که نوشتم یه ایف تعریف کنم. میام میگم اگه این سلول نام کالای من خالی بود مساویه، ببینید 2 تا دبل کوتیشن میذارم یعنی توش خالی باشه. بیا چیکار کن؟ خب توی این سلولی که شماره ردیف قراره واقع بشه خالی باشه، چیزی ننداز، اصلا شماره ردیف ننداز. در غیر این صورت اگر این سلول پر بود، چیزی توش نوشته شده بود، بیا این رو منهای 1 رو بنداز، پرانتز رو میبندم و اینتر. خب الان چون این سلول خالی بود اینجا هم خالیه. من حالا اینو درگ میکنم به سمت پایین. بریم اسم کالا وارد کنیم ببینیم به چه صورت میشه. کالای اولم به فرض A B، میبینید همینطور که من اسم کالا میزنم شماره ردیف هم برای من وارد میشه. ولی اینجا یه نکته‌ای وجود داره. من اگر بخوام فیلترش بکنم از سربرگ هوم، حالا این قسمت فیلتر، من اگر بخوام یه سری از این کالاها فیلتر بشن، مثلا بی و دی و اف رو ببینم، اوکی کنم، میبینید شماره ردیف های من هم همون جوری که بود باقی موند. آیا میشه کاری کرد که با فیلتر کردن شماره ردیف ها خودشون دوباره از 1 شروع بشن؟ مثلا اینجا 1 2 3 نشونم بده. درسته، چرا که نه، ولی با استفاده از تابع رو نمیشه. چه کار باید بکنیم؟ وارد شیت بعدی میشم. فرض کنید من میخوام الان فرمول دیگه‌ای بنویسم که با فیلتر کردن عددا از 1 به بعد شروع بشن و مرتب باشن. میام از تابع ساب توتال استفاده میکنم. میدونم تابع ساب توتال تابعی هستش که 11 تا فرمول توی دل خودش داره و من میخوام الان از تابع سومش که کانت A هست استفاده کنم. میدونم کانت یا کانت A در واقع شمارش سلول های پر هستش. میام میگم کاما میذارم، میگم کانت ای کن، محدوده‌ای که میخوام شمارش کنم کجاست؟ میام میگم از این سلول تا همین سلول بی2، ولی این بی2 اولیه رو مطلق میکنم، دلار قبل بی و قبل 2 قرار میدم. خب این یعنی چی؟ یعنی اگر که اینجا من کالایی ننوشته باشم کانت من 0، ولی اسم کالایی وارد کرده باشم میشموره. کانت ای کار شمارش دیگه، میشموره میبینه یه دونه سلول پره، پس جواب ساب توتال عدد 1 میشه. اینجا برای من 1 میندازه. وقتی من فرمول رو درک کنم به سمت پایین، بی 2 سر جاش ثابته، ولی این بی 2 پایین کشیده میشه دیگه، مثلا میشه B3 B4. الان میریم انجامش میدم متوجه میشیم. بعد که اون سلول ها پر بشن شماره ردیف من درست میشه، اتوماتیک میشه. من الان اینتر رو میزنم، الان گفته 0. چرا؟ چون این سلول پر نبوده. من درگ میکنم به سمت پایین، همه رو 0 انداخته، ولی فقط میخوام فرمولش رو ببینید چه جوری شد با درگ کردن. حالا اون محدوده‌ای که یه دونه‌ای بود الان 2 تایی شده، تا B3 کشیده شده، یا اینجا از B2 تا B4 کشیده شده. خب ولی من باز مثل اون مثال قبلیه میخوام بگم اگر اینجا نام کالایی وجود نداشت تو هم هیچی نشون نده.
خب 0 نباشه، چیزی نشون نده. پس میگم اگه این سلول من خالی بود، تو هم خالی باش. در غیر این صورت این ساب توتال رو نشون بده. پرانتز رو میبندم و اینتر. حالا این فرمول رو درگ میکنم به سمت پایین. حالا من اگر اسم کالامو بنویسم، مثلا حالا یه سری اسم مینویسم، همینطور برای من شما ردیف رو میندازه. حالا ببینید من اگر یه سری کالا رو بیام فیلتر کنم، مثلا A رو بردارم، O رو بردارم، G رو هم بردارم، ببینید چه اتفاقی میفته. اون چیزایی که باقیمون شماره ردیفش خود به خود از 1 شروع شد و الی آخر. فقط بچه‌ها الان آموزش ما اینجا تمام شد، ولی یه نکته رو باید بهتون بگم. اونم چیه؟ شما این قسمت رو اونجایی که با رو اومدی نوشتی، خب یه وقتایی ممکنه این روش برات راحت در باشه و نیازتو برطرف کنه. اگر اینو کنترل تی بزنی، محدودیت رو به جدول تغییر بدی، خب موردی پیش نمیاد. یعنی تو هی کالا اضافه کنی، حتی اگر درگم نکرده باشی، خودش فرمول رو امتداد میده دیگه. خاصیت جدول رو میدونید. ولی اینجا بچه توی حالتی که ساب توتال نوشتید، این رو تبدیل به تیبل نکنید. اگر اینو تبدیل به تیبل کنید، این فرمولی که اینجا نوشتید محدودش به هم میریزه و جواب درست به شما نمیده. اگر احیانا دوست داشتین بدونید توی تیبل چه فرمولی میشه استفاده کرد که هم اتوماتیک ردیف بندازه، هم با فیلتر کردن شماره ردیف ها از 1 شروع بشن، برای من یا کامنت بذارید یا ایمیل بفرستید تا فیلمشو براتون ارسال کنم. ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.